چقدر صاف و دقیق، خیلی خفنه. این چه باحاله. چطوری اینطور شد؟ حس میکنم خیلی وای کاش اینطوری دونه دونه برمی‌داشت. الان حس میکنم ویژ میره. دیدی گفتم. چقدر قشنگ تعادلش رو حفظ کردم. چه برف، وای چقدر دقیق و با نظم دارم. چقدر صافه، دقیقا هم صاف اومد بیرون. فوبیای مار. بچه فوبیای مار دارین یه چند ثانیه بزنین جلو. چقدر دقیق و با نظم داره میچرخه. چقدر خوشگل پوستش. زد. این چیه؟ آتیش گرفت. خب این چیه؟ کاکتوس؟ نه اینا چیه ازش در اومد؟ بچه کسی میدونه اینا چیه؟ چقدر باحال. این چیه؟ اوه چقدر اسلایم این؟ نه پارچه است. اسلایم این چیه؟ وای برف. چقدر دقیق آوردش بیرون. این آقا فکر کنم از این فیلم مراقبت میکنه، نگهداری میکنه. چه باحال، یخ زده. این چیه؟ وای الان فکر کنم یه حباب خیلی بزرگ. نه تیکای یخ انگار. چقدر قشنگ. این چیه؟ آهان داره نشون میده چطوری مهرهای شطرنج ساخته میشن. چقدر باحال. این چقدر جالبه. چه باحال، باید نظمی داره اینا رو تکون میده. خیلی باحاله. این چه چیز باحالیه. اوه این واقعیه؟ فکر نمی‌کنم. فقط دقیق داره این کار رو انجام میده. خیلی باحاله. اوه شبیه روژه چرا؟ ولی نه قابلمه باشه اگه اشتباه نکنم. این چیه؟ فکر کنم از این پکا باشه. همش چه صدای خوبی دادن. چه باحاله. این چیه؟ این چیه؟ لیوان شد؟ آره فکر میکنم. این چقدر دایره کاملیه. خیلی جالبه این. خب ببینیم که این چیه. اسلایم اگه اشتباه نکنم، یا شیرینی. نه شیرینی نیستش، شبیه باسلوقه. بچه از این چیزا هستن اسمش یادم رفته، توی بسته ها هستش، اینطوری میتونی بترکونی. برای شما هم لذت بخش ترکوندنشون. اصلا نمیدونم چرا آدم اونا رو میبینه همش دوست داره بترکونه.